اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس سوم فصل سوم مضمون مبادی احصای زراعتی در مورد طریقه ترتیب نمودن پخش دفعات مسلسل می باشد یا Continuous Frequency Distribution. قبل از این که به اصل مبحث ترتیب نمودن پخش دفعات مسلسل بپردازیم، ایجاب می کند که بعض اصطلاحات تکنیکی که در ترتیب نمودن پخش دفعات مسلسل به کار می رود با آن آشنا شویم. بعداً به مثال عملی یا به پروسیجر ترتیب نمودن پخش دفعات مسلسل خواهیم پرداخت. اولین اصطلاح تکنیکی را که ما می خواهیم برای شما تشریح بکنیم حدود صنفی یا کلاس لیمیتس است. ارقام و یا اعدادی که در شروع و ختم یک صنف قرار می گیرند به نام حدود صنفی یا کلاس لیمیتس یاد می شود. از این رو هر صنف دارای دو حد می باشد که یکی آن حد بالایی است و دیگرش هم حد پایینی. به طور مثال اگر دهقین با اساس عاید سالانه‌شان به گروه‌های ذیل تقسیم شود، مثلا کسانی که از 10,000 تا 20,000 افغانی عاید دارند و کسانی که از 20,000 تا 30,000 عاید دارند و غیره. این در حقیقت صنف‌ها یا کاتگوری‌های مختلف است. در اینجا هر صنف یک صنف هست و این هم صنف دیگه هست، از دو حد تشکیل شده. مثلا 10,000 در اینجا حد پایینی هست و 20,000 هم حد بالایی، و در صنف دومی ما 20,000 حد پایینی هست و 30,000 حد بالایی می باشد. بنان حدود صنفی یک اصطلاح بسیار ساده است. ارقامی که در شروع و ختم یک صنف قرار می گیرد به نام حدود صنفی یاد می شود. حدود صنفی بر ما شما می رساند که مثلا اگر یک صنف حدش بین 10,000 تا 20,000 است، این به این مفهوم است که هیچ مشاهده پایین تر از 10,000 و بزرگتر از 20,000 در این صنف داخل نمی باشد. یعنی حدود تعیین میکنه، چارچوب تعیین میکنه. با خاطر سهولت در تهیه جدول پخش دفعات، حد پایین صنف اول بهتر است که 0 باشد، 5 باشد و یا هم یکی از مضرب‌های 5 باشد، مانند 10، 15، 25، 30 و غیره. اصطلاح دوم مورد بحث ما فاصله صنفی یا کلاس اینتروال و یا هم کلاس وید است. فاصله یا عرض صنفی عبارت از تفاوت بین حد پایینی و حد بالایی هر صنف می باشد. این در صورتی است که اصل تسلسل در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارت دیگر حدود صنفی به روش غیر مشمول ترتیب شده باشد. در غیر آن فاصله صنفی از تفاوت بین دو سرحد صنفی، یعنی سرحد پایینی و سرحد بالایی هر صنف به دست می آید. مانند حدود صنفی هر صنف دارای دو سرحد می باشد که سرحد پایینی و سرحد بالایی آن نامیده می شود. سرحدات صنفی چطور ما به دست آورده می توانیم؟ ما می توانیم از فرمول ذیل جهت به دست آوردن سرحدات صنفی استفاده بکنیم. حد بالای صنف ما قبل یا upper limit of the preceding class جمع lower limit of the succeeding class حد پایینی صنف ما بعد تقسیم 2. بنابراین گفته میتونیم که سرحد صنفی عبارت از حد بالای صنف ما قبل جمع حد پایینی صنف ما بعد تقسیم بر 2، که در این صورت اگر ما شما دو صنف داشته باشیم، مثلا صنف اول ما از 10 تا 20 باشد و صنف دومی ما از 20 تا یا از 21 تا 30 باشد، در این صورت ما سرحد صنفی را برای صنف چطور تخمین کرده میتونیم؟ 20 حد بالای صنف ما قبل و 21 حد پایینی صنف ما بعد آن می باشد. هر دو را جمع میکنیم، تقسیم 2 میکنیم، این میشه سرحد بالایی از این صنف و سرحد پایینی این صنف. تعیین عرض صنفی به فاصله یا تفاوت میان بزرگترین و کوچکترین رقم در یک ست از ارقام، تعداد صنوف و درجه تفصیل مورد نظر ارتباط دارد. یک فرمول ساده جهت تخمین نمودن فاصله صنفی مناسب قرار ذیل است. یعنی کلاس اینتروال ما به آی نشان میدیم. رنج در تفاوت بین کلانترین یعنی largest و smallest value است و کوچکترین value است که تعداد صنوف است. از او خاطر رنج ما به آر نشان میدیم، به جای L - S ما آر نوشته میکنیم. و آر تقسیم که
در حقیقت یک فرمولی است که ما را کمک میکنه که فاصله صنفی را تعیین بکنیم. در این فرمول میبینیم که فاصله یا آی تابع رنج و تعداد صنوف هست. یعنی در این فرمول آی فاصله صنفی، L largest value یا بزرگترین رقم یا قیمت در ست ارقام، ما S smallest value یا کوچکترین رقم یا قیمت در ست ارقام، و K هم تعداد صنوف هست که طریقه تعیین نمودنشان بعدم داره شما میگویم، و R هم رنج یا تفاوت بین کوچکترین و بزرگترین رقم در ست ارقام می باشد. ما همچنان میتونیم از این رابطه در تعیین عرض صنفی، تعداد صنوف و حتی رنج استفاده کنیم. یعنی اگر تعداد صنوف ضرب فاصله صنفی شود، باید حاصل ضرب ما بزرگتر یا مساوی به رنج یا تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین رقم شود. در غیر آن فاصله شاید فاصله صنفی یا تعداد صنوف شاید مناسب نباشد. دفعات صنفی یا کلاس فرکانسی که به F به حرف انگلیسی F نشان داده میشه به گونه اختصاری، عبارت از تعداد مشاهدات متعلق به یک صنف می باشد. این چند مشاهده مربوط یک صنف است، طوری که در پخش دفعات غیر مستطیل هم ما برای شما توضیح دادم. بنابراین تعداد مشاهدات مربوط یک صنف را به نام دفعات صنفی همان صنف یاد می کند. اصطلاح دیگه هم وسط صنفی یا کلاس مید پوینت است. وسط صنفی عبارت از نقطه وسطی یا مرکزی هر صنف است. وسط صنفی از در حقیقت اوسط دو حد صنفی است. یعنی حد پایینی و بالایی یک صنف تقسیم دو بر ما چی میده؟ وسط صنفی میدهد. وسط صنفی من حیث نماینده صنف مربوطه در عملیه های تحلیل و تجزیه ارقام مورد استفاده قرار میگیره که این موضوع را در درس های آینده در فصل 4 و دیگر فصل ها میشه که باز درک کنید بسیار درست. خب وسط صنفی از حاصل جمع حد پایینی و حد بالایی هر صنف تقسیم بر دو به دست میاد. و گونه ریاضیکی میتونیم نوشته کنیم که کلاس مید پوینت مساوی میشه به حد پایینی یک صنف جمع حد بالایی یک صنف تقسیم دو. به این صورت اگر حد پایینی یک صنف 10 باشه، حد بالایی هم صنف 20 باشه، این تقسیم دو میکنیم، ببینیم فاصله وسط صنفی ای صنف چند میشه؟ 15. با همین قسم شما میتونید مثال های دیگر هم بیان بکنید. فاصله صنفی را قبلا هم گفتیم. فاصله صنفی عبارت از تفاوت میان بزرگترین و کوچکترین رقم شامل یک ست ارقام است که با گونه ریاضیکی میشه به شکل هم نوشته بکنیم که range is equal to largest value minus smallest value و یا با شکل مخفف میشه L و S L minus S نوشته بکنیم. این هم مثال هست. در این مثال اصلاحات تکنیکی که در اسلاید قبلی ما و شما خواندیم، مثال عملیش در هیجه برای شما تذکر میدهیم. این جدول پخش دفعات نمرات محصلین صنف سوم را در مضمون احصایه نشان میده. در اینجا ما صنف ها داریم. هر صنف ما دو حد داره که حدودش اینجا ما برای شما نشان دادیم، حد پایینی، حد بالایی. مثلا برای صنف 0 حد پایینیش است، 19 حد بالایی، از قدر 0 و 19 نوشته شده. و صنف آخر ما 80 حد پایینیش است و 99 هم حد بالاییش می باشد. بدان حدود صنفی در حقیقت ارقامی است که در شروع و ختم یک صنف قرار دارد. حدود صنفی ضرور نیست که در ست ارقام ما موجود باشد. میشه 99 در صنف ارقام ما نباشه، 19 در صنف ارقام ما نباشه، 39 20 ارقام شاید شامل ست ارقام باشه یا نباشه. این در حقیقت صرف حدودی است که در مشاهدات مورد نظر ما در میان 20 صنوف قرار دارد. اصطلاح دیگری که ما شما خواندیم دفعات صنفی بوده که مثلا دفعات صنفی 15 چی رو نشان میدهد؟ این نشان میدهد که 15 محصل نمرهشان بین 0 و یا 19 هست و 22 محصل نمرهشان بین 20 تا 39 هست و 66 محصل از 40 تا 59 نمره گرفته. به همین قسم 48 محصل از 60 تا 79 نمره گرفته و 10 محصل از 80 تا 99 نمره گرفته. این ضرور نیست که این 10 محصل 99 هم گرفته باشه یا 80 هم گرفته باشه. شاید گرفته باشه، شاید نگرفته باشه، اما نمراتشون در بین میدو حد قرار دارند. اصطلاحات دیگه که ما شما خواندیم سرحدات صنفی است. سرحدات صنفی را ما به خاطر محاسبه فاصله صنفی
به دست بیاریم، به خاطر که اگر ارقام ما به شکل نامشمول باشه، یعنی حد بالایی صنف ما قبل و حد پایینی صنف ما بعدشان یکسان باشه، در این صورت ما ضرورت نداریم سر حد پایینی را محاسبه بکنیم، به خاطر که فاصله صنفی عبارت از تفاوت بین حدود صنفی می باشد. چون در این صورت اصل تسلسل مراعات نشده و پخش دفعات ما به گونه مشمول است. این متد براتون تشریح میکنم. ما سرحدات صنفی را محاسبه میکنیم. سرحدات صنفی عبارت از حد بالایی صنف ما قبل جمع حد پایینی صنف ما بعد تقسیم 2 و مقسم برای هر صنف ما محاسبه میکنیم. برای صنف اول ما یک حد بالایی تئوریتیکی را در نظر میگیریم که رقم کوچکتر از 0 منفی 1 است. بنابراین در این صورت ما میتونیم که منفی 1 را من حیث سرحد بالایی صنف ما قبل فرض بکنیم. از او خاطر سرحد پایینی صنف ما قبل منفی 1 جمع سرحد پایینی صنف ما بعد که این صنف باشه 0 است تقسیم 2 منفی 0.5 سرحد پایینی صنف اول شد و سرحد بالایی صنفش عبارت از سرحد بالایی صنف ما قبل جمع سرحد پایینی صنف ما بعد تقسیم 2 و همین قسم ما میشه محاسبه بکنیم. یعنی دو صنف یک سرحد مشترک داره. سرحد بالایی یک صنف طریقه سرحد پایینی صنف دیگه میشه. اگر شما ببینید اینجا معلومدار است که سرحد بالایی یک صنف سرحد پایینی صنف دیگه هست و همین قسم هم از اصل تسلسل مراعات میشه و هیچ رقمی از طبقه بندی بیرون نمیمانه. حالا اگر شما تفاوت بین سرحدات صنفی سرحد بالایی و پایینی هر صنف معلوم بکنین، فاصله صنفی را میدهد که 20 است. شما و همچنان وقتی که فاصله صنفی مساوی باشه تفاوت بین وسط های صنفی هم فاصله صنفی را میده و تفاوت بین 69 و 89 هم 89.5 و 69.5 هم 20 است. تفاوت بین 49.5 و 29.5 هم 20 است و تفاوت بین 9.5 و 29.5 هم 20 است. این اصطلاحاتی است که ما و شما باید یاد بگیریم تا پخش دفعات ارقام مسلسل را با گونه درست یاد بگیریم. موضوع دیگه که مورد بحث ما هست تعیین تعداد صنوف است. چطور ما تعداد صنوف را تعیین میکنیم؟ این که ارقام دست داشته با چند صنف تقسیم شود یک موضوع کاملا اختیاری و با تصمیم محقق ارتباط دارد. تعداد صنوف ولی باید به یاد داشته باشیم که تعداد صنوف خیلی زیاد نباشد که مفهوم طبقه بندی را از بین ببرد و همچنین تعداد صنوف باید خیلی کم هم نباشد که خصوصیات و مشخصات مشاهدات را منعکس کرده نتواند و با نتایج نادرست منتج شود. مثلا اگر ما 100 مشاهده داشته باشیم و ارقام دستاسته را با 50 صنف طبقه بندی کنیم، بنابراین این طبقه بندی مفهوم خاص نداره، خود صنف بسیار زیاد است. و یا اگر ما 100 مشاهده داشته باشیم و 2 صنف جور بکنیم، این در حقیقت یک تعداد زیاد خصوصیات مشاهدات را پنهان میکنه. یعنی این طبقه بندی ما یا پخش ارقام ما نمیتونه که نوساناتی که یا تفاوت‌هایی که در ارقام وجود داره آنها را بر ما به نمایش بگذاره یا بر ما او را نشان بده. به هر صورت قاعده بسیار مشخص در مورد تعیین تعداد صنوف وجود نداره، اما این مربوط به تصمیم محقق میشه که ارقام خود به چند صنف تقسیم میکنه. 5 صنف، 10 صنف، 20 صنف و چند صنف تقسیم میکنه. اما باز هم یک قاعده به نام استرج یا قاعده استرج محقق را کمک میکنه که تعداد صنوف را تخمین کنه. البته این قاعده نمیگه که تعداد صنوف باید اینقدر حتما باشه. شما را کمک میکنه که یک تخمین بکنید. طبق این قاعده که تعداد صنوف است مساوی میشه به 1 جمع 3.322 ضرب لگاریتم n. n دیگه تعداد مشاهدات نشان میده که تعداد صنوف هست، n تعداد مجموعی مشاهدات هست و لگاریتم هم لگاریتم عادی به قاعده 10 هست و 1 و 3.32 اعداد ثابت می باشد. اگر شما تعداد مجموعی مشاهدات داشته باشین میتونید تعداد صنوف را از طریق از این قاعده یا فرمول تخمین بکنید. همچنان قاعده قبلا براتون گفتم از این قاعده هم در تعداد صنوف ما استفاده کردن میتونیم. یعنی اگر تعداد صنوف میشه که بزرگتر یا مساوی به R تقسیم I باشه، ما میشه که ای رابطه را به شکل هم نوشته بکنیم ای رابطه را